از برافراشتن شجاعانه پرچم اسرائیل ازتون تشکر میکنم. بشنوید ای غاصبان حرامیان اجنبی قوم یهود، اینشان این جنگ و ستیز در پی ندارد نفع و سود. قدرت ایران کجا و قوم اسرائیل کجا؟ لرزه بر تن می نهد با لطف حق ایران ما. این روایت نقلی از یازگی سون بر دشمنان، با دم شیر ستیز هرگز نباید این چنان. حال که این گونه خریت کرده اید با حمله بر کنسولگری، پاسخی سنگین دهیم بر فتنه و ویرانگری. گفته بودید که پاسخ می دهید بر حمله ایرانیان، پس چه شد ما که ندیدیم جرأتی دو خالیان. عده‌ای کفتار که با انجیل و توراتی که خود نوشتند، ملتی را در فلسطین با جنایت کشتند. میزنیم با یک کلید از صفحه محوش میکنیم، امنیت را صلح را در دین رسمش میکنیم. زنده باد ایران، زنده باد ایرانی.